بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 از جلسات شرح دفتر اول مثنوی رو بعون الله آغاز میکنیم. در شرح و بیان داستان کنیزک و پادشاه بودیم. قصه ادب رو پشت سر نهادیم و همچنین داستان فرود آمدن بلایا و مصائب به علت ترک ادب یا به علت ارتکاب گناهان. دنباله قصه رو میگیریم. وقتی که پادشاه با اون طبیب الهی ملاقات کرد، دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرسان میکشیدش را به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفت ای هدیه حق و دفع حرج، معنی از صبر و مفتاح الفرج. ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود قیل و قال. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. مرحبا یا مجتبی یا مرتضی، انتقب جاء القضا ضاق الفضا. انت مولی القوم من لا یشتهی، قد ردا کلا لئن لم ینتهی. خب در این قطعه نکته چندان فخیمی نیست. توضیحاتی است در باب نحوه مواجهه میزبان و میهمان الهی که میزبان در انتظارش بود و چنان که چند بار گفتم در این قصه این نکته بسیار خاصی این است که آدمی به دنبال چیزی است ولی بیخبر است از اینکه اون چیز کمندی است برای اینکه آدمی به چیز دیگری برسد. یعنی حوادثی که پیش می آید معمولاً توجه آدمی رو به نقطه‌ای جلب می کند، اما هدف اون نقطه نیست و اون حادثه راه به جای دیگری می برد و مقصد دیگری رو پیش پای آدمی می گذارد. در این داستان هم اصل مطلب این است که پادشاه و عاشق شدنش به کنیزک و بیمار شدن کنیزک و بقیه ماجرا، اینها همه بهانه بود برای اینکه این پادشاه اون طبیب الهی رو پیدا کند و اگر اون عاشقی و اون بیماری نبود او هم به سوی مسجد نمی شتافت و تضرع خاضعانه نمی کرد و اون طبیب الهی هم به دستگیری او نمی آمد. این است که مولانا در این داستان تا می تواند این نکته رو برجسته می کند و بارها از زبان پادشاه به اون طبیب الهی می گوید که تو همان چیزی بودی که من می جستم. تو که آمدی من به غرض و مقصد خود رسیدم. گفت ای هدیه حق و دفع حرج، معنی از صبر و مفتاح الفرج. من سالها صبوری کردم، سالها در انتظار بودم، نمیدانستم که مقصد من و مراد من از این مسیر و از این طریق بر خواهد آمد. باز هم میتوان گفت زبان حال خود مولاناست، چنان که در داستانها و حکایتها آوردند. بایوگرافی نویسان مولوی میگویند که هم شمس تبریز مدتها به دنبال کسی بود که یافته های خود رو با او در میان بگذارد، یک شاگرد یا یک هم صحبت و هم نفس مناسب، و هم مولانا سالها در انتظار چنین کسی بود که بیاید دست او رو بگیرد و از این روزمرگی های ملال‌آور بیرون بیاورد و راز دین و حقیقت معرفت الهی رو به او بیاموزاند. هر دو در پی یکدیگر بودند و به هم میرسید و لذا صبر مفتاح فرج بود. با صبوری عاقبت به
نتیجه رسیدن. در نوبت قبل هم اشاره به صبر کردیم و شاید بعداً هم بیش از این من درباره‌اش صحبت بکنم. به طور سنتی و چنان که در پاره از روایات یا روایت نماها گفته شده است، میگویم روایت نما برای اینکه من اطمینانی ندارم که اینها 100% از زبان پیامبر بیرون آمده باشد. به هر حال گفتند که ما صبر در 3 مقام داریم. یکی صبر بر طاعت داریم، یکی صبر بر معصیت داریم و یکی صبر بر مصیبت. خب فرمان برداری با مشکلاتی همراه است، گاهی دشوار است. انجام یک طاعتی صبر می‌خواهد، یعنی تحمل می‌خواهد، مقاومت می‌خواهد، راضی کردن نفس می‌خواهد. صبر بر معصیت هم همینطور. گاهی بعضی معاصی بسیار شیرینند، آدمی باید خویشتن‌داری بکند. این هم صبر بر مصیبت هم که معناش روشنه. خب مصائب و بلا در زندگی همه کس هست و آدمی باید بیاموزد که در مقابل اونها صبور باشد. الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چنین زبان حالی یا زبان قالی داشته باشد و این از آن صابرین است. عارفان بیش از اینها در باب صبر گفتند. یکی از مهمترینش که در کتاب سخنان من قبلا آمد، صبر بر رازه، که از صبر بر معصیت و مصیبت و طاعت و اینها خارج میشه و یک مقوله 4 است برای خودش. اگر شما رازی رو میدانید، اگر حقیقتی بر شما کشف شده، شما حق ندارید که این رو با هر کسی در میان بگذارید. و به یاد دارید ابیاتی از مولانا میخوندیم که تا نگویی سر سلطان را به کس، تا نریزی قند را پیش مگس. برای اینکه خب همگان تحمل شنیدن اون راز رو ندارن. حتی کسی مثل ابوعلی سینا، مثل مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی، هر دو در کتاب‌هاشون آوردن که ما از شما می‌خواهیم ای خواننده، ای معلم، ای آموزگار، که این کتاب ما رو به نااهلان درس ندهی. ما سخنانی در اینجا آورده ایم که اگر به گوش نامحرمان و نااهلان برسه مورد سوء تفسیر و سوء استفاده قرار میگیره و گاهی زیانش افزونتر از سودش خواهد بود. خب اینم یه صبری است به هر حال که آدمی تا نکته‌ای رو فهمید همینطوری در همه جا اون رو بیان نکنه. و یک معنای ساده‌ش هم اصلا همین صبره، یعنی آدم قرار روزگار رو بفهمه. بنا نیست که هر چیزی رو همون وقت که آدمی میخواد بتونه به دست بیاره. من گاهی سوالاتی از من میکنن، من یه وقتا مجبور میشم این رو بگم که آقا خانم، به هر حال بعضی از سوالا رو شما ممکنه امروز بکنی، اما جوابش هم من بگم شما به درستی در نمیابید. یه 10 سال 20 سال دیگه تجربه لازم داره تا آدم خوب پخته بشه، تا جواب اون مطلب رو بفهمه. واقعا همینطوره. بعضیا هستن تو 30 سالگی میخوان 40 ساله بشن، تو 40 سالگی میخوان 50 ساله بشن. خب نمیشه دیگه. شما باید 10 سال صبر کنی که از 30 سالگی برسی به 40 سالگی. و این جز با صبر به معنای خیلی ساده صبر، یعنی همین نشستن و انتظار کشیدن بدون که هیچ کار خاصی شما بکنی تا این پرورشی، رشدی، نضجی در وجود شما، در عقلانیت شما پیدا بشه، میوه برسه و در دامن شما بیفته، یا شما قد بکشی تا دست برسه که اون میوه رو بچینی. قد نکشیده و اون خرما بر نخیل خب نمیشه دیگه و آدمی به نتیجه نمیرسه. گاهی این چنینه. لذا برای فهم بعضی از مسائل کما هو حقه این صبوری لازمه. کسی رفته بود از یکی از علما راجع به معاد سوال کرده بود، گفته بود که اون عالم در پاسخ او گفته بود که خب من توضیحاتی برای شما میدم، ولی به این زودی شما در اینجاها داوری نکنید. یه ذره بگذارید سنی از شما بگذره، چند تا خواب ببینید، چند تا رؤیاهای صادقه ببینید، یه ذره اصلا با یه عوالم دیگه آشنا بشید، معاد رو بهتر میفهمید، بهتر میچشید.
این از اون چیزا نیست که فقط با گفتن و شنیدن و پرسش و پاسخ مراد حاصل بشه. حالا بعداً خواهیم دید که مولانا راجع به عشق عیناً همین حرف رو میزنه دیگه، میگوید که عشق از اون چیزایی نیست که ما بتونیم تعریفش بکنیم و برای شما توضیح بدیم که چه جور چیزیست. از اون نمونه حقایقی است در عالم که تا شما به اون نرسی، به چشم خودت نبینی و به کام خود نچشی، از او اطلاعی و دریافت درستی نخواهی داشت. این رو هم اضافه کنم، گرچه که شاید جاش اینجا نباشه، اما چون قصه صبر است و فرج هست در اینجا، در جوامع شیعی خب به مفهومی به نام انتظار فرج هست که شیعیان باید در انتظار فرج باشند، یعنی بنشینن تا فرج حاصل بشه. یعنی چی؟ یعنی امام غائب ظهور بکنه. خیلی خوب، به هر حال مطلبی است. اما در زمان ما و شما هرچی به این منابر گوش بدید، امام‌های جمعه، دیگران در مجالس مختلف، این مسئله صبر و انتظار فرج رو تبدیل به یه امر فعال کردن، نه یه امر منفعل. من عقیدم این است اون کسانی که این صبر و انتظار رو یه امر کاملا انفعالی میدونن حرف درستی میزنن. یعنی فقط بشینین تا اون اتفاق بیفته، هیچ کاری نمیشه کرد برای اینکه اون اتفاق زودتر بیفته یا دیرتر بیفته. یه اتفاقی است منطق خودش رو هم داره برای اونایی که عقیده دارن. هر روز توی منبرای چیزی میان میگن اگه این کارو بکنین این ظهور فرج نزدیکتر میشه. همین که ما حکومت اسلامی درست کردیم خیلی زمینا آماده تر شده، 1000 سال جلوتر افتاده. حالا بگذاریم از این که واقعا بعضی روحانیون رو من میشناسم که ذره اعتقاد به این حرفا هم ندارن. یکی از همین روحانیون بود، یعنی اسمم میبرم الان، فوت کرده، آقای خلخالی، میگفت که دوستی میگفت در حضورش راجع به این که خب ما این کارا رو داریم میکنیم تا آقا امام زمان ظهور کنن، گفت آقا به جدم نمیاد، 100,000 سال دیگه هم نمیاد. اصلا عقیده ای نداشت. گفت اینا حرفیست به هر حال برای عوام ما میزنیم و حالا کاری نداریم، اما یه ده عوام هستن اعتقاد دارن. من به اون عوامی که این اعتقاد دارن بهشون میگم که هیچ کاری شما نباید بکنید. اگر قرار است که یک امامی ظهور بکنه و اگر وعده ظهورش داده باشن، به هیچ ربطی به این که امروز مثلا حکومتی برپا بکنیم یا پس فردا. دیدم یکی از آقایون میگفت شما اگر بچه‌هاتون توی خانواده‌تون خوب تربیت بکنید خود این ظهور رو نزدیک میکنه. من نمیدونم از کجا آوردن اینا، ولی اما باب این اگر باز بشه هر کسی به میل خودش کاری میکنه. بعدم یادتونه دیگه در حکومت سابق در ایران، در ریاست جمهوری پیشین، حتی جاده داشتن میساختن برای اومدن امام زمان و از میشود که حتی گویا توی اوکراین یه جاهای خیلی مهمی رو خریده بودن که گردشگاه و تفریحگاه آقا باشه. وقتی میان و یه تعدادی پولهای زیادی تو حساباشون گذاشته بودن، بعضی از مراجع که وقتی ایشون اومد دستش بی پول نباشه و چه چیزایی که نمیدونم آدم به اینا باید بخنده یا باید بگریه. گفت کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. یک معنای صبر همینه، در اونجایی که جاشه فقط صبر کردن است، یعنی نشستن برای رسیدن میوه، یعنی نشستن و صبر کردن برای قد کشیدن، برای رشد کردن تا میوه بر شاخسار ظاهر بشه و نوبت چیدن او برسه. گفت ای هدیه حق و دفع حرج، معنی از صبر و مفتاح الفرج. به اون طبیب گفت ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل است و حل شود بی قیل و قال. این تعبیر و این مفهوم در جاهای دیگر مثنوی هم آمده است که آدمی با رسیدن به مردان الهی نفس اون لقا پاسخ خیلی از مشکلات است. یعنی اینکه انسان ببینه وجود چنین کسانی ممکن است در عالم، کافی است برای اینکه جواب خیلی از سوالای خودشو بگیره. به چشم ببینه دیگه چنان مردانی هستند، میتوانند باشند. در قصه دیگری که مولانا داره
اونجا در همون قصه اعرابی که رفت پیش سلطان و کوزه آبی بود، اونجا میگه ای که هر دیدارتان دیدارها، ای فدای دینتان دیدارها، تا به دینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. و باش تا حسه های تو مبدل شود، تا ببینیشان و مشکل حل شود. گاهی تبدیل حس یعنی اینکه آدمی چشم دیگری باز کنه و به دیدن منظرهای توفیق بیابه، مشکلات رو حل میکنه. ترجمان همون کلمه مترجم است و کلمه درستش هم همون ترجمانه. ترجمانی هرچه ما را در دل است، تو حرف دل ما رو میزنی. دستگیری هر که پایش در گل است، مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقد جا القضا ضاق الفضا. ای مجتبا، ای مرتضا، ای که برگزیده ای، ای که مورد رضایت خداوندی، اگر نباشی انتقد، اگر غائب باشی جا القضا ضاق الفضا، قضا می آید و فضا تنگ می شود. اصطلاحی بوده در کتاب‌های امثال هم این رو می آوردن که در پاره از موارد چنان می شود که قضا می رسد و فضا تنگ می شود. با نبودن تو فضا تنگ می شود، قضای سوء به ما رو می آورد. یکی از آقایونی که الان ایران است ولی سالها پیش در لندن بود، رساله دکتری نوشت در دانشگاه سواس School of Oriental and African Studies درباره مثنوی. من رساله دکتری ایشون رو دیدم، نمیدونم الان ایشون اون رو چاپ کرده یا نکرده. لب استدلال ایشان در اون رساله این بود که برخلاف اونچه که عموم میگویند که مولانا در سرودن مثنوی و دفترهای ششگانه آن هیچ نقشه‌ای و پلن پیشینی نداشته و بر حسب تداعی مطالبی که به خاطرش میرسیده به شعر میآورده و دوستانش مینوشتن، ایشان معتقد است که این چنین نبوده و یک نقشه خیلی روشنی که مولوی در این 6 دفتر دنبال کرده در ذهن داشته و اینها رو به تدریج پیاده کرده است. و بعد خصوصا روی دفتر اول ایشون کار کرده بود، بخش‌های آغازین دفتر اول، بخش‌های پایانی دفتر اول و بخش‌های میانی، و مطابق یه تئوری خاصی کوشیده بود که اینها رو با هم مقایسه بکنه. یک نوبتم که من با ایشون صحبت می‌کردم خیلی دیدم که متحمس است، یعنی خیلی معتقد است به این طرح خودش و خب دانشگاه و استادش هم از او پذیرفتند و رسالش مقبول افتاد. یکی از صحبت‌هایی که می‌کرد و در رسالش آمده همین است. میگفت که این کلمه مجتبا و مرتضا رو مولانا در اینجا بی جهت نیاورده است. مجتبا خب لقب امام مجتباست، مرتضا هم لقب امام علی است، امام اول. ظاهراً دو کلمه با دو تا معنای مشخص که بیت رو مفهوم میکنن. ای مجتبا، ای مرتضا، ای که به مقام اجتبا رسیدی، به مقام ارتضا رسیدی، اگر نباشی فضا تنگ میشود و غیره. اون میگفت نه، اینطورا نیست و ابیات پایانی دفتر رو نشان میداد که در اونجاها هم چون قصه امیرالمومنین در پایان دفتر اول آمده دیگه، همون داستان امیرالمومنین و ابن ملجم و گفتگوی امام علی با او که مقدار زیادیش البته ساخته خود مولاناست، و در اونجا هم باز قصه مرتضا بودن امام علی مطرح می شود. ایشان معتقد بود که این دوتا با هم کاملا ربط داره. البته من باید اذعان کنم که من این ارتباط رو چنان که باید در نیافتم. کسانی که میخوان اگر اون رساله چاپ شده باشه میتوانند مراجعه کنن. نویسنده رساله بعداً نامش رو براتون خواهم گفت،
به هر حال زحمتی کشیده بود و سعی کرده بود که مطلبی رو بیرون بیاره و استخراج بکنه که از نگاه دیگران دور مانده. خب این یادتون باشه و نکته است که توی شروحی تا کنون بر مثنوی نوشتن نیامده و امیدوارم که اون نویسنده فرصتی پیدا کنه و طرحش و تئوریش رو مطرح کنه، دیگران هم درباره او سخن بگن. خب انت مولا القوم من لا یشتهی قد ردا کلا لئن لم ینتهی. تو مولای قومی، هر کس که این رو نمیخواد و قبول نداره یعنی مولا بودن تو رو، قد ردا، هلاک می شود. ردا یعنی هلاکت. کلا لئن لم ینتهی بخشی از آیه قرآن اگر متنبه نشود و کنار نگذارد این انکار رو، اونگاه فی المثل به عذابی مبتلا خواهد شد. خب تا اینجا مقدمه بود و حالا جناب طبیب آمده است برای اینکه اون آس خودش رو به اصطلاح رو کنه و کار اصلی رو که جناب پادشاه از او میخواد عملی کند و کنیزک رو درمان کنه و داستان در واقع از اینجا شروع میشه و مولانا هم از اینجا گرم میشه و همچنان که میدونید در ابیاتی که خواهیم خوند برای اولین بار مولانا به طریق یعنی با زبان باز و با شجاعت عاشقانه تام وارد مبحث عاشقی می شود و بخش‌هایی از اون چرا که در درون دارد با ما در میان می‌گذارد، اما اجازه می‌دهد با صبوری تمام تا این تومار عشق در طول این 6 دفتر باز شود و مولانا هر جا که سر حال می آید و شوق و شوری گریبان او رو می‌گیرد پاره‌هایی از این مقوله رو با ما در میان بگذارد و چنان که می‌دانید به هر حال به حق مثنوی عشقنامه شود و عشقنامه خوانده شود. چون گذشت اون مجلس و خانه کرم، مهمانی که تموم شد، تعارفات و تشریفات که به پایان رسید، دست او بگرفت و بردن در حرم. بردش به اندرونی، قصه رنجور و رنجوری بخواند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. شرح احوال کنیزک و چگونگی بیمار شدن او و عجز طبیبان دیگر رو گفت و آنگاه او رو برد پیش رنجور. رنجور بیمار رو برد پیش مریض دکتر رو برد پیش بیمار. رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. مولانا چنان که مثنوی نشان میده با طب زمانه خودش ناآشنا نبوده. نه تنها ناآشنا نبوده، ظاهراً آشنا بوده، طبیب نبوده. جاهای مختلف در مثنوی از طب، از طبابت، از داروهای به اصطلاح سنتی، داروهای گیاهی، قواعدی که بر طب یا بر فلسفه‌ای که در طب گذشته بوده اینها رو فی الجمله اطلاع داشته. مثلا در همین داستان میرسیم به اونجایی که این طبیب میگوید که ما باید از کنیزک میگه تو اهل کجایی؟ چون من مطابق طبیعت اون شهری که تو در اونجا بزرگ شدی باید به تو دوا بدم. نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست. و این یک قاعده ای بود در طب قدیم که میگفتن که هر کسی یعالج علی نبت بلده، با گیاه دیار خودش معالجه میشود. چون یک رأیی وجود داشت که آدمیان با محیط خودشون یه هماهنگی دارن، با محیط طبیعی خودشون. در روزگاری که محیط زندگی اینقدر مصنوعی نشده بود، همه جا رو یه جور آسفالت نکرده بودن، همه جا هر جا طبیعت خودش رو داشت و هر شهری فضایی داشت، هوایی داشت، درجه حرارتی داشت، گلها و گیاهان ویژه خودش رو داشت و غیره. اینجور دست تصرف عدوانی بشر در طبیعت باز نشده بود و زندگی مصنوعی نشده بود. میگفتن که با اون گیاهانی که در اون خاک میروید و شما هم در همون خاک به دنیا آمدی و زندگی کردی، باید تو رو معالجه کرد. این در کلمات بوعلی هم هست و گفتم مولانا هم اشاره به همینها داره و جاهای دیگه هم باز نکته های دیگری میگه. یه بارم خدمت شما گفته بودم که
گذشتگان اساساً معتقد بودند که هرچی بیماری در جهان هست خدا داروش هم آفریده، لازم نیست ما بریم دارو بسازیم. اینکه امروز ما دارو میسازیم، اگر از بعضی حکیمان بپرسید میگن که این باعث شده که طبیعت پس بکشه خودش رو و دیگه خودش رو نشون نده، چون باز به اعتقاد این حکیمان مردم نبودن که داروها رو کشف میکردن، داروها خودشون به مردم نشون میدادن. کسی تو بیابونی میرفت، تو باقی، تو علفزاری، در مرغزاری، گویی که گیاهان صداش میزدن و میگفتن ما برای اون بیماری هستیم. بومیان این صداها رو میشنیدن، این بوها رو، این اشارات رو میگرفتن، ماها دیگه نمیگیریم. بومیان گذشته که مثلا در مورد اونایی که در استرالیا هستن، در کانادا هستن، این نکته رو میگن که خب اینا گوشتخوار نیستن، به شکار حیوانات هم نمیرن. خودشون میگن وقتی گاهی ما میریم در میان حیوانات، بعضیا خودشون رو به ما عرضه میکنن، یعنی میگن ما رو شکار کنید، ما رو برای غذای خودتون مورد استفاده قرار بدید، نه اینکه اینها خودشون به قصد شکار، برخلاف امروزی که اصلا شکار شده تفریح و رفتن و حیوانات رو زدن و گرفتن و کشتن و لذت بردن و این چیزا نبوده. به هر حال بشر در گذشته یا واقعا یا چنین میپنداشته که با طبیعت خیلی نزدیکه و طبیعت با او حرف میزنه، خودش رو به او نشان میده، محرم است با طبیعت. این واقعا یه سوالی بود که از قدیم هم وجود داشت که آدمیان چجوری دریافتن که برای علاج فلان بیماری 2 مسقال از این گیاه، 3 مسقال از اون یکی، 4 مسقال اینا رو با هم مخلوط بکنن که خب بی تاثیر هم نبود. بالاخره آدمیان وقتی مریض می شدن که نمیشستن تا حضرت ملک الموت بیاد جونشون رو بگیره، بالاخره درمان می کردن، راههایی برای معالجه پیدا کرده بودن و راهاش هم همین گیاهان بود دیگه. خب امروز البته آدمیان به طبیعت مثل که در همه جا گفتن که تو بشین عقب، ما به جای تو کار میکنیم چون از تو بهتر بلدیم و اینجوری شده که طبیعت قدری حقیقتا قهر کرده با آدمیان، به دلیل اینکه آدمیان با طبیعت قهر کردن. من یه بار این قصه رو برای شما گفتم، این رو محی الدین عربی در آثار خودش نوشته من با پدرم مدتی که در مکه زندگی میکردیم، پدر من شکارچی بود و میرفتیم بیرون مکه، گورخرهای زیادی بودن و لذت پدر من این بود نیزه های بلند با خودش برمی‌داشت و ما سوار اسب وارد گورخرها میشدیم، اینا از ما فرار میکردن و پدر من همینطور نیزه به طرف اینا میافکند، این نیزه بلندش رو در بدن اینها فرو میکرد و تفریحی بود تا بعد از چند ساعت برگردیم منزل. محی الدین میگوید با اینکه من جوان بودم یه وقتی پیش خودم گفتم این چه کاری ما میکنیم، یعنی چه این حیوانات رو عذاب میدیم، زجر میدیم. من در دلم با خودم عهد کردم که من دیگه این کارو نخواهم کرد. با پدرم در میون نگذاشتم، من با خودم گفتم من دیگه قهر نیستم با این گورخرها و اذیتشون نخواهم کرد. اون دفعه بعد که با پدرم رفتیم باز در میان گورخرها، میگفت گورخرها از پدر من فرار میکردن، از من فرار نمیکردن. خوانده بودند دل من رو، دانسته بودند که در زمین من چه میگذرد، با من آشتی بودند. در مورد حیوانات همینطوره، در مورد طبیعت همینطوره، در مورد گیاهان همینطوره. به هر حال تلقی است که گذشتگان داشتن. شاید برای ما امروز یا خرافه بیاد یا حرفای عجیب و غریب بیاد، دیگه آزمودنی هم نیست، برای اینکه ما فاصله‌ای گرفتیم از طبیعت و بلایی به سرش آوردیم، قهری باش کردیم و زجری بهش دادیم که اونم گویا که روش رو از ما پوشانده است. حالا اگر از فیلسوفانی مثل هایدگر بخواد بشنوید، او که میگه اصلا وجود به ما پشت کرده، روزگاری است که وجود در خفا رفته تا وقتی برسد که این وجود دوباره بیاد و چهره خودش رو به ما نشون بده. مولوی مال اون دوران آشتی با طبیعت. ما شما نگاه کنید دیگه، همه کار میکنن، همین کفش پوشیدن ما امروز عجیبه. گذشتگان تا میتونستن کفش نمیپوشیدن، برهنه را میرفتن، پاشون رو خاک میذاشتن روی طبیعت. ما الان پامون رو برهنه میکنیم رو آسفالت میذاریم، فایده نداره. در حالی که این کفش
حتی خاک هم باشه باز حاجب ماست، یعنی تماس ما با طبیعت صورت نمیگیره. یه قصه ایست، یعنی ما دنیایی ساختیم برای خودمون و از یه دنیای دیگری خودمون رو بیرون کردیم و بیرون اومدیم و دیگه بعضی از اون حرفا ظاهراً برای ما حتی مفهوم نیست. حالا یعنی تصورش سخته، چه جای تصدیقش. باری رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. خب گذشتگان طبیبان یعنی همین کارو میکردن، یا رنگ رو میدیدن، رنگ رو رو میدیدن، نبض رو میگرفتن و قاروره. قاروره همون شیشه‌ای بود که بول بیمار رو در اون میریختن، شیشه‌ای بود به شکل مثانه میساختن و طبیب با دیدن بول حدس میزد که چه بیماری هایی در بیمار هست. خب این آزمایش بول البته به دقتی که امروز هست که مطلقاً نبود، ولی خب از رنگ بول، از مثلا فرض کنید اگر خون در ادرار بود یا چیزهای دیگه تشخیص بیماری هایی میدادند و این رو نامش رو قاروره گرفتن میگفتن. ما طبیبان در مجلسمون هستن یه وقتی آفنس نسبت به اونها نباشه، اما مولانا خیلی جاها به طبیبان طعن زده است. میگه شما حرفه‌ای دارید که حرفتون و تشخیصتون مبتنی بر بول بیمارانه و با به میان آوردن این کلمه بول میخواد نوعی پستی اون حرفه رو نشان بدهد. میگه که اون طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند. آن طبیبان را بود بولی دلیل، وین دلیل ما بود وحی جلیل. میگوید که عارفان و پیامبران دلیلشون، راهنماشون برای پی بردن به حقیقت وحی خداوند است، اما طبیبان چی؟ بول است. و خب همین که کلمه بول در میان میاد و نجاست بول و آلودگی بول و اینا، میخواد از این طریق پستی اون حرفه رو چنان که گفتم نشان بده و یک کنترستی برقرار کنه بین طبیبان الهی که پیامبران باشن و طبیبان بدن. این طبیبان بدن دانشورند، بر تو از سقام تو به تو واقفترن، هم ز طبعت هم ز نبضت هم ز رنگ، صد مرض بینند در تو بیدرنگ. پس طبیبان الهی در جهان چون ندانند از تو اسرار نهان، کاملان از دور نامت بشنوند، تا به قعر تار و پودت در روند. یه طبیبان باید بری پیششون، از راه دور تبابت نمی کنن و باید بری نبضت رو بگیرن، قاروره بگیرن، رنگ رود رو ببینن، زبانت رو ببینن، تبت رو ببینن تا تشخیص بیماری بدن. اما کاملان یعنی طبیبان کامل، مردان الهی، از دور نامت بشنوند تا به قعر تار و پودت در روند. همین که نام تو رو بشنوند و بدانند که تو که هستی، دورا دور میتونن بفهمن که تو واقعا که هستی، یعنی تمام مشخصات تو و خصائل تو، عیبهای تو، حسنهای تو همه رو در میابن. اینا طبیبان الهی هستند. این تقابل میان طبیب الهی و طبیب، یعنی طبیب روحانی و طبیب جسمانی، بارها در مثنوی و در دیوان شمس سر بر می آورد. غزل بود که گاهی هم براتون میخوندم از مولانا که در دیوان شمس میگه حکیمیم خبیریم ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز خریدیم. حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم، که ما در تن بیمار چو اندیشه دویدیم. خب یکی این که از بغداد اومدیم چون در گذشته بهترین آزمایش مدارس طب و بیمارستان ها در بغداد بود. مثل این که مثلا امروزه بگن ما از جانز هاپکینز اومدیم، مثلا حکیمیم خبیریم ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز خریدیم. حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم، حکیمان الهی رو میگم. ما از اون طبیبانی هستیم که احتیاج به قاروره نداریم، احتیاج به این آموزش ها نداریم. چراش مهمه؟ ما در تن بیمار چو اندیشه دویدیم. ما مثل اندیشه در تن بیمار روانه، یعنی همونطوری که فکر او در جان او و در جسد او جاری است و خودش رو خوب میشناسه، ما هم همونطور با او نزدیکیم و در روح او حضور داریم و همه تار و پود او رو
میفهمیم و میشناسیم. حکیمان خبیریم، طبیبان الهیم و ز کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدیم. باز برخلاف طبیبان جسمانی که مزد میخوان، یه طبیبان الهی مزد هم از کسی نمیخوان. مپندار که این نیز حلیل است و بلیل است، که این کهنه عقاقیر ز فردوس کشیدیم. که فکر نکن این داروهایی که به شما میدیم حلیله و بلیله همین داروهای گیاهی این جهانی است، بلکه ما این داروها رو از گیاهان بهشتی گرفته ایم که این کهنه عقاقیر ز فردوس کشیدیم. به هر حال این تقابل رو در نظر داشته باشید. یکی این که رنگ و رو میده که نبض رو میدیدن. نبض نزد گذشتگان یه معنای دیگری داشت غیر از امروز. یادتون باشه این مال قبل از کشف گردش خون است. گردش خون قرن 15 ام 16 ام است، یعنی به قرون هجری قرن 10 ام 11 ام. مولانا مال قرن 7 ام است. هنوز گردش خونی صورت نگرفته. هنوز طب جالینوسی است. طب جالینوسی که هم مولانا میدانست و هم همه طبیبان زمانه. در طب جالینوسی حرکت قلب، یعنی زدن قلب، معنای دیگری داشت. ریاها بالا پایی میرفتن برای اینکه قلب رو چکار کنن؟ خنک بکنن. یعنی میگفتن ریاها باد بزن قلب. تو بعضی از روایاتی هم که مثلا روایات طب اسلامی شهرت یافته همین سخنان آمده که اینا متعلق به طب جالینوسی است. و گردش خون در بدن اساساً مطرح نبود، به خاطر اینکه اونطوری که در تاریخ طب نوشتن معمولاً بدنها رو بعد از مرگ تشریح میکردن و بعد از مرگ هم میدونید خونه ها از شریان، یعنی سرخرگ ها همه میره توی سیاه‌رگ ها و ایستاده است. و چون کفالودم هست اینها فکر میکردن هوا توی اینجا جریان داره. کلمه آرتری که به معنای سرخرگه، آرتری همون ایره، ارتری یعنی هوایی که در رگها جریان داره. گردش خونی در کار نبود. و این که نبض میزنه یعنی چی؟ این یک مشکلی بود واقعا. شما در اون کتاب ها ببینید، چون این رو نسبت نمیدادن به این که این خون که توی شریان رفت و آمد میکنه موج میزنه و این نبض به این صورت در میاد. بحث ها بود که نبض مثلا حرکتش وضعیه، حرکتش علمی، مکانی چیه، از این دور بحث های فلسفی راجعش میکردن. با این که ریشه این خیلی روشن نبود، اما خیلی چیزا هم در میافتن. او انواع و تقسیم بندی های زیادی در نبض هست تو کتاب طب قدیم و از روش بیماری های رو تشخیص میدادن، حتی حاملگی رو تشخیص میدادن، خیلی چیزهای دیگه. به هر حال نبض گرفتن در همین دوران ما هم طبیبانی بودن که مطابق طب قدیم کلاسیک عمل میکردن، با نبض خیلی چیزا رو میفهمیدن که طبیبان امروز خیلی براشون این چیزا مطرح نیست، یعنی تو دروس طبی وجود نداره. خب قاروره هم که گفتیم، قاروره یک توضیح دیگری هم در بارش بدم بد نیست. کلمه قاروره امروز هم البته در عربی به کار میره، در گذشته بیشتر در طب به کار میرفت و قرص همون شیشه‌ای بود، شیشه‌ای بود دیگه، بلوری بود که برای آزمایش بول به کار. در قرآن 2-3 بار این کلمه قاروره به کار رفته و نه برای آزمایش بول، البته اتفاقا دقیقا به معنای بلور و شیشه است. یه موردش در سوره انسانه، اگر به یاد داشته باشید که میگوید که یطاف علیهم بآنیة من فضة و اکواب کانت قواریر من فضة قدروها تقدیرا. در بهشت با ظروف سیمین و نقره‌ای پذیرایی میکنن از بهشتیان و با قواریری، با شیشه هایی یا تنگ هایی یا سراحی های بلورینی که در این حال نقره‌ای هم هستن. قواریر من فضة قدروها تقدیرا. مفسران اشکالی هم داشتن در فهم این آیه که اگر شیشه است، اگر بلوره، چجوری نقره است؟
بعضی هم گفتن که خب به قدرت خدا به بلورهایی هست که در بهشت تنگ بلورینه اما نقره‌ای هم هست. بعضی ها گفتن نه این مثل نقره است، به زیبایی نقره، به درخشندگی نقره. بعضی ها هم گفتن که نه اشکالی نداره، پیامبر در رؤیای رسولانه چیزی رو دیده که هم بلوره هم نقره‌ایه، هیچ اشکالی نداره. و از این جور نمونه ها که اوصاف متضاد در یک شیء جمع می شوند در خواب فراوان دیده می شود. مثلا درختی که در بهشت در جهنم می روید، یک گیاه سبزی به نام زقوم که شجره است اما شجره زقوم در جهنم می روید، یا دریایی که پر از آبه اما در این حال آتش می گیره، مثل دریایی که پر از نفته. لذا دریایی که آتش می گیره بحر مسجور یا گیاهی که در جهنم می روید هیچ فرقی نداره با یک تنگ بلورینی که در این حال نقره‌ای هم هست، نه هم بلوری هم نقره‌ای. خیلی خیلی جالبه. وقتی که من به این قصه قواریر فکر می کردم یاد یه نکته افتادم. یه کسی، میدونید دیگه بارها این مسئله در زمان ما مطرح شده که آیا روشنفکری دینی یک تعبیر متنافل اجزاء تناقض‌آلوده یا اینکه این دو جزء با هم سازگارن؟ خیلی ها فتوا دادن که نه نمیشه. یکی از مسما به فیلسوفان دیار ما نوشته بود که این روشنفکری دینی چنان متناقض است مثل آبگوره فلزی. خب آبگوره بالاخره یا آبگوره است و مایع یا فلزه. حالا شما یاد قواریر من فضة بیفتید، تنگ‌های بلورین نقره‌ای، ببینید میشه. اخیراً دیدم که هیدروژن جامد درست کردن، هیدروژن آهنی به اصطلاح. این اتفاقاً از ضعف و از فقر قدرت تصور است که انسان فکر کنه که یک چیزی همیشه اون چیز است و صفت دیگری رو نمیپذیره. اینطورا نیست. خیلی راحت میشه فکر کرد. دست کم عالم خیال و عالم خواب این رو به ما میگن. خود عالم قیامت هم و بهشت و جهنم هم که دار متناقضات است، متناقضات در نسبت با زندگی این جهانی، ولی در نسبت به یک عالم دیگری این چیزهایی که اینجا محال می نماید در جای دیگه ممکنه محال ننماید. مورد دیگری که از قاروره در قرآن نام برده شده در سوره نمل است، اونجایی که سلیمان بلقیس رو می آورد و برای اینکه او رو بیازماید. قصه اینجا بین اونچه که تو قرآن آمده با تورات قدری فرق داره. به هر حال کاخی می سازه و زمینش رو از شیشه و زجاج و بلور و به بلقیس میگه که برو اینجا وارد شو و بلقیس فکر میکنه که این آبه، یعنی اینقدر این شیشه شفاف و ممرد بوده. دامنش رو بالا میزنه ولی به اون میگن که نه اینطور نیست و اینجا شیشه است. و بعد در تورات البته چیز اضافه تر داره، میگه وقتی که دامنش رو بالا میزنه سلیمان میبینه که پاهای بلقیس خیلی موداره خلاصش، و از اینجاست که سلیمان داروی نظافت رو اختراع میکنه. توی کتاب‌های طبی سلیمان رو پدر داروسازان میشناسن به دلیل اینکه مخترع داروی نظافت بوده، اونم به دلیل اینکه پاهای بلقیس رو دیده بوده، اونم با اون کلکی که به بلقیس زده بود که شیشه ساخته بود، یعنی کف قصر رو و بلقیس خیال میکنه آب، دامن بالا میزنه که پاش در آب بگذاره لباسش خیس نشه، ولی همین دیگه سرش آشکار میشود، ولی البته درمان هم میشود. باری یک جمله از پیامبر نقل شده، اون رو هم بد نیست اینجا بگیم. پیامبر در مورد خانم‌ها یک کلام خیلی لطیفی دارن دیگه، میگن رفقاً بالقواریر، با آبگینه ها ملایم رفتار کنید. قواریر یعنی زنانی که از فرط لطافت مثل شیشه و آبگینه و بلورن و شکستنی هن. رفقاً بالقواریر، با نرمی و ملایمت و عطوفت رفتار کنید. خیلی جمله قشنگی است، مخصوصا در عربی خیلی به دل می نشیند. آبگینه، دقیقاً کلمه قاروره همون آبگینه است. آبگینه هم یعنی آبگونه دیگه، یعنی مثل آب. از فرط شفافیت شیشه و بلور مثل آب می‌دونیم که آبگینه در
فارسی میگویند مگر میبرد استاد مهینه خری بر پشت بارش آبگینه. یکی گفتش بدین آهستکاری بگو تا بر حمار خود چه داری؟ بگفتا من دلی پرپیچ دارم اگر این خر بیفتد هیچ دارم. خلاصه آبگینه شکستنی است. رفقا بالقواریر، با آبگینه ها به عطوفت رفتار کن. رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. این هم خیلی جالبه. ببینید این یه طبیب داره حرف میزنه. هم علامت‌های بیماری رو پرسید و دید، هم سبب‌هاش رو اندیشید که به چه اسبابی. یه طبیب قاعدتاً همیشه باید همین کار بکنه، از علائم به سوی اسباب بره. البته در گذشته طب خیلی ساده تر بود، علامات بیماری ها خیلی کمتر بود، اسباب رو هم تو کتاب های طبی مراجعه کنید، بیماری ها 3 سبب بیشتر نداشتن نزد گذشتگان. یا عفونت اخلاط بود، یا گزیدن گزندگان بود، یا ضربه هایی که به آدمیان وارد میشه. این 3 تا سبب. یا در درون شما میکروب و ویروس اونا که مطرح نبود. و آدمی هم مرکب از چی بود؟ از اخلاط 4 بود یا از امزجه 4 بود، سودا و صفرا و بلغم و خون. و بعد اینا کم و زیاد می شدن و سودا و صفرا و اینا بالا می رفت و پایین می اومد و قاطی می شدن با هم دیگه و قلبه سودا می شد، قلبه صفرا می شد، از این جور چیزها. و یا عفونتی پیدا می کردن این اخلاط، این که مربوط می شد به درون بدن، از بیرون هم یا گزیدن گزندگان مثل مار و عقرب و غیره بود، و یا ضربه هایی که وارد می شد، کسی به شمشیری می خورد یا یک وزنه سنگینی به پاش می خورد میشکست و چیزایی از این قبیل. خب همه بیماری ها با بیماری هایی که به اصطلاح روحی شمرده می شد مثل دیوانگی و اینا همه بر اثر غلبه بود. غلبه سودا باعث همین بیماری های روحی بود که بهش مالیخولیا می گفتن. از اون ور اون چه که امروز تقریبا ما تحت عنوان بیماری مثل فشار خون یا بالای زیاد کلسترول یا چربی، اینا همش چیزایی بود که گذشتگان بیماری های صفراوی بهش می گفتن. و بیماری های بلغمی هم یا که مثلا از غلبه بلغم یا ازدیاد رطوبت بود، بهترین مزاج دموی بود نزد گذشتگان که مزاج گرم و تر است. هم آب کافی بدن داره، هم حرارت کافی داره، یبوست نداره، برودت زیادی نداره، حرارت زیادی نداره، به هر حال خیلی اعتدال دموی داره. این رو گذشتگان مزاج معتدل مثلا یه داروهایی رو میدادن که اگر شخص مثلا مزاج صفراوی داره، این برگرده مزاجش به مزاج دموی. حالا این که آیا ممکن است این تبدیل مزاج، اینم بحثی است و قدما هم بحثش رو میکردن. پس هم علاماتش هم اسبابش شنید. همه اینا رو که دید گفت هر دارو که ایشان کردند آن امارت نیست، ویران کردند. بی خبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. گفت آره اینا همش به جای اینکه امارت کنن و آباد کنن ویران کردن، برای اینکه راز این بیماری این رو در نیافتن. بی خبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. پناه میبرم به خدا از دروغ‌هایی که اینا بافتند و از باطل‌هایی که گفتند و از تشخیص‌های غلطی که داده‌اند و از نسبت‌های ناروایی که به این بیمار داده‌اند. پناه میبرم به خدا، اینا همش باطل بوده. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. فهمید ماجرا چیست، اما خواست که این رو بیاره، یعنی به دیگران هم نشان بده. فهمید که رنجش از سودا و از صفرا نبود، یعنی از غلبه سودا نبود، از غلبه صفرا نبود. سودا و صفرا همه دارن، بلغم و خون هم همه دارن به اعتقاد گذشتگان. اینها مزاج‌های 4گانه است. 4 طبع موافق سرکش، چند روزی شوند با هم خش، چون یکی از این 4 شد غالب، جان شیرین برآید از قالب. این 4 تا هستن، منتها در تعادل و توازن به سر میبرن، اما یکیشون اگر خیلی اضافه تر شد جان شیرین بعد از قالب دیگه باید خداحافظی کرد و رفت. دید که رنجش از سودا و از صفرا نبود، چون عشق به هر حال از غلبه سوداست. گفتم برای شما گذشتگان او رو یه بیماری میدونستن و جزو بیماری های مالیخولیایی اصلا تقسیم بند نمی‌کردن در خود کتاب قانون ابو علی سینا رسما و همه کتاب های طبی.
این رو معلول به همین دلیل هم اصلا بیماری سوداوی او رو مینامیدن. مولانا هم در اون ابیاتی که قبلا خوندیم ازش گفت عاشقی پیداست از زاری دل، نه ببخشید در ابیاتی که قبلا خوندیم، مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. در واقع مولانا پذیرفته بود، میگفت آره عشق سوداویه اما خوش سوداست، دیوانگیه اما دیوانگی خوبیه، دیوانگی بد نیست. حالا بعداً اینا بهتر روشن میشه. به یک اعتبار سخن طبیبان رو یا فیزیولوژیستا و پاتولوژیستای زمانه خودش رو قبول داره که از سودا حاصل میشه، اما میگه این که سودا رو در یک نوع منحصر کنید که نوع جنون و مالی خولیا باشه مقبول نیست. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. دید این دودی که از سوختن وجود این کنیزک برمیخیزه یه بوی دیگری داره، مثل اینکه شما یک چوب معطر رو بسوزانید و بوی عطر برمیخیزه، صندل مثلا یا مشک. بوی هر هیزم پدید آید ز دود. بو کشید، فهمید که بیماری از نوع دیگری است. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. ببینید آدم نزد گذشتگان آدمی سه چیز داشت، یکی جسم، یکی دل، یکی مغز. این سه تا جنبه یا سه منطقه در وجود او حاضر بود. حالا البته من جان رو هم بر نام می بردم، من منظورم در مورد آدمی جسم زنده است، جسم زنده‌ای که جان داره. بعد در مقام ادراک و شناخت دو منبع و دو مرکز داره، یکی دل، یکی هم مغزه، یا به عربی قلب و اون یکی دماغ. بسیاری از متفکران گذشته در واقع مغز رو تقریباً هیچ دارای نقشی در شناخت نمی‌دونستن. مغز اصلاً بیکاره بود، کارش عبارت بود از سرد کردن خون. در طب ارسطویی و جالینوسی اگر دانسته باشید همیشه هم میگن وقتی میخوابید سرتون رو جای خونک بگذارید و اگر خواهی بری تو لذت خواب سرت در سایه پایت در آفتاب. حالا به هر حال این هر مطابق چه طبی باشه ولی خواب رو خیلی مطبوع میکنه. بنده که این کار رو میکنم، سرتون رو آفتاب نذارید، سرت در سایه. اونا بر اون اساس مبتنی میکردن. خیلی وقتا گفتن که سر رو باید خونک نگه داشت و این از غلیان خون در مغز و اینها باید جلوگیری کرد. باری قلب رو مرکز ادراکات میدونستن و این توی همه فرهنگ ها بود. در فرهنگ عربی بود، در فرهنگ چینی بود. حتی من زبان چینی بلد نیستم، خط نوشتم چون بلد نیستم. یعنی استاد تاریخ فیزیولوژی که داشتیم به ما میگفت که در چینی قلب کلمه‌ای که می‌نویسن همین شکل قلب رو برای ادراک، برای شناختن کلمه‌ای که به کار میبرن شکل قلبه. یعنی علامت این است که این کار توسط قلب صورت میگیره. بعد در قرآن هم تو شما داره دیگه، یعنی درسته که کلمه لب و اینا توی قرآن اومده، هیچ کسی به مغز به معنای فیزیولوژیک کلمه تفسیر نکرده، اما فؤاد و قلب و اینا همه فراوان آمده است که در روایات هم داریم. مثلا در روایتی از امام علی هست که دست کمیل رو گرفتند و به صحرا بردن و با او سخنانی گفتن. یکی از اون سخنان در اونجا این هستش که انتها هنا لعلما جما و اشار الی صدرهی، به سینه خودش اشاره کرد و گفت در اینجا علم بسیار نهفته است. لو اصبت له حملتا، ای کاش محارمی رو پیدا می‌کردم که می‌توانستم این علوم رو با اونها در میان بگذارم. بلا اصبت لقنا فلان الی آخر. و این درک و دریافت گذشتگان بود که سینه آدمی یا قلب آدمی که در سینه است مرکز ادراک است و محل
ذخیره معلومات است. یکی از چیزهای خیلی جالب در مورد مولانا، یک رساله‌ای داره فخرالدین رازی که تقریبا همزمان مولوی، خب خیلی زودتر از او فوت کرد. مولوی فکر کنم 2 ساله بود که فخرالدین رازی فوت کرد. فخرالدین اصلا 606 فوت کرد، مولوی 604 به دنیا آمد. ولی خب آثارش خیلی رایج و متداول بود همه جا. یک رساله مفرده‌ای داره در باب اینکه ادراکات محلشون مغز یا قلبه. انواع و اصناف دلائل رو ذکر میکنه، آخرش هم فتوا میده به اینکه نه، قلبه، مغز. و یکی از نکات خیلی جالب در مثنوی اینی که مولانا بسیار کلمه مغز رو به کار برده و مغز رو محل دانش و ادراک دانسته و این تفاوت خیلی جدی داره با حافظ، با سعدی، با خیلی های دیگه. چون که مغز من ز عقل و هش تهی است، پس گناه من در این تخلیط چیست؟ مال مولاناست. نه گناه او راست کو عقلم ببرد، عقل جمله عاقلان پیشش ببرد. قصه مغز بارها در مثنوی تأکید شده است و مولانا نمیدونم به چه سبب و بر چه دلایلی و شواهدی این رأی خودش رو مبتنی کرده، در حالی که هم عصران او و پیشینیان او علل عموم معتقد بودند که قلب مرکز ادراکات است. خب اینجا اما برای مغز، خب اون رأی جنبه رو قائل بودن، برای دل رو جای عواطف میدونستن، علاوه بر اینکه مرکز ادراکات میدونستن. حتی اونایی که مغز رو مدرک ادراکات میدونستن، ولی برای دلم یک جایی قائل بودن، یک نقشی، و اون نقش عبارت بود از اینکه در عواطف مدخلیت دارن، در احساسات آدمی، در پشن ها، در ایموشن ها. مثلا ببینید مولوی در اون بیت در دفتر 5 در قصه ایاز اینا میگه زان که هستی سخت مستی آورد. هستی یعنی توانگری، یعنی داشتن، یعنی خودبینی. هستی مستی میاره، آدم رو مست میکنه. عقل از سر، شرم از دل میبرد. وقتی که آدمی مست میشه، مست غرور و مست خودخواهی، 2 چیز از اون میپره و میره. یکی عقل از سرشه، از مغزشه، یکی شرم از دلشه. ببینید این شرم رو جزو عواطف و ادراکاتی یا جزو فضائلی اگر بتوانیم بگوییم، خب ارسطویان شرم جزو فضائل نمیدونستن، اگر بتونیم جزو فضائل بدونیم، به هر حال میگه اون از دل میره، شرم از دل میرود. وقتی که میگه عاشقی پیداست از زاری دل، جای عشق دل است، نه مغز، نه سر، نه عقل. اما خب این مغز و قلب اینا همیشه با هم جنگ و دعوا هم داشتن. او به طرفی میکشنده، این به طرف دیگری میکشنده. به هر حال در اینجا اون جناب طبیب الهی تشخیص میدهد که تن خوش است و او گرفتار دل است. بدنش سالمه، تن خوش است. اونی که بیماره، بیماری دل است، یعنی دل او بیمار است. منتها خب حالا دیگه گرفتاری هم نامیده میشه، بیماری هم نامیده میشه و گذشتگان مثل امروزی ها نبودن که معتقد باشن که همه چیز بدنه و بنابراین عشق هم یه چیزیست، یا تو مغزه، یا تو سلولای مغزه، یا تو سلولای قلب. شرم هم یه همچی چیزی. بالاخره اینا رو از یه جنس و نوع دیگری میدانستن. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق اصطرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت.
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. شرح عشق و عاشقی رو عشق میگه و یا عاشقی مثل مولانا میگه که بهتر از او ما کسی رو نمیابیم، نمیتوانیم بیابیم که اینقدر گرم، اینقدر از سر تجربه و از درون کوره با ما سخن بگوید. تازه اون چی که اینجا گفته یه پرده از اون هزار پرده عشق و عاشقی است، اما خلاصه نکته رو هم برای ما گفته است دیگه که عشق بی زبان روشن‌تر است و این در حقیقت میتوان گفت که اصل نکته است که در زمانه ما پاره از فیلسوفان میگویند که به دنبال حقایق با تعاریف نباید رفت. تعاریف کار فیلسوفان مشایی است. آقا حرکت چیست؟ ما برای شما تعریف میکنیم که چیست. خدا چیست؟ تعریف میکنیم. عشق چیست؟ تعریف میکنیم. مولانا میگه نه، این کارا بیهوده است و این کارا شما رو به هیچ جا نمیرسونه. خودش رو باید در آغوش کشید، با خودش باید مواجهه مستقیم کرد، نه کانسپچوال، نه از طریق مفاهیمی که ما بر میسازیم و گمان میکنیم که این مفاهیم آینه اون معانی هستند، در حالی که این مفاهیم حاجب اون معانی هستند. خدا رو میخوای به خودش باید برسی، عشق رو میخوای به خودش باید برسی، هر حقیقتی رو میخوای خودش رو باید در آغوش بگیری. میگی به قول اون آقا شیر برنج چیه؟ بعد شیر برنج رو بخوری ببینی چیه. بالاخره ما هی بیان برای شما تعریف کنیم شیر برنج با شیر میپزن، با برنج، با این نشد شیر برنج. شیر برنج رو باید خلاصه خودش رو بخوری. و واقعا این نکته است برای کسانی که غور در فلسفه کردن میفهمن که چقدر این راه در حالی که به نظر بدیهی میاد فرق داره با راهی که فیلسوفان رفتن. و به همین سبب هم هست که مولوی اشاره های صریح داره در جاهای مختلف، مثلا که فیلسوفان حتی اگر حقیقت رو به ما بگن ولی راه رو دور میکنن. توجه میکنید؟ فلسفی خود را ز اندیشه بکشت، گو بدو کورا سوی حق است پشت. گو بدو چندان که افزون میدود از مراد خود جداتر می شود. ای کمان و تیرها برساخته، صید نزدیک و تو دور انداخته. یا آقا دم پاش این شکار برای اینکه شکار کنه 50 متر اون طرفتر تیر می افکنه. به کجا می افکنی؟ خب این مطلبی است، اما حالا کیه که بیاد اون رو تو آغوش ما و در اختیار ما قرار بده یه بحث دیگری است. اما به هر حال این راه رو اینا گشوده‌اند که برای اینکه چیزی رو بشناسی باید خودش رو بگیری و در آغوش در اختیار داشته باشی و با او یکی بشی در حقیقت. و این همون راز اتحاد است که قبلا هم درباره‌اش سخن گفتیم. مولوی گفت تنها جنسی که در دکان ما فروخته میشه همین وحدت است و اتحاد است. با خدا یکی بشوی تا او رو بشناسی، با عشق یکی بشی تا او رو بشناسی. و حتی در ابتدای دفتر دوم مولانا داره میگه که یه عده‌ای تشبیهی هن در باب خدا، یه عده‌ای تنزیهی هن، یه عده‌ای او رو مثل موجودات یا آدمیان میبینن، یه عده‌ای کاملا او رو تنزیه میکنن. بعد میگوید که این دعوا به جایی نمیرسه. نامصور یا مصور گفتنت، زائد آمد بیز صورت رفتنت. خودت باید از صورت خارج بشی تا بگی خدا بی صورته. تا خودت در صور زندگی میکنی، آلوده به اینها هستی، حق نداری اصلا وارد این نزاع بشی. وارد نزاع هم بشی چیزی گیرت نمیاد، فایده‌ای هم نداره، گرهی هم باز نمیشه. در واقع خودت باید چیزی رو ببینی و بگی. یه سخن خیلی جالبی داره آقای اسپینوزا که سامش شنیدید، فیلسوف خیلی مهم هلندی که یهودی بود و مورد تکفیر قرار گرفته و زندگی پرماجرایی داشت بنده خدا. یک کتاب خیلی مهمی داره که بعد از مرگش اهمیت اینا خیلی بیشتر پیدا شد که رساله الهیاتی سیاسی، تئولوژیکو پولیتیکوس، تراکتاتوس تئولوژیکو پولیتیکوس.
در اونجا راجع به دین، راجع به نبوت، راجع به اینا سخنان زیادی گفته. البته وقتی هم او از دین سخن میگفت بیشتر یهودیت منظورش بود، به خاطر اینکه او یهودی زاده بود. اما خب از یهودیت هم او رو بیرون کردن، اکس کامیونیکیت کردن، حتی به جسدش، به جنازش رحم نکردن. من بر سر قبرش در هلند، در لایدن رفتم. نامی از او بر روی قبر است، اما در احوالش نوشتن که وقتی رو دفن کردن به دلیل اینکه مورد تکفیر قرار گرفته بود، آمدن شبانه جسدش رو دزدیدن و قبر خالیه. در ای حال اگر هم البته خالی نبود، بعد از 400 سال اونقدر پوسیده بود که حتما خالیه. به هر حال غرضاً دشمنی با او اینطور بود. در این رساله‌اش که خیلی پر نکته است، یه نکته خیلی خوبی داره. میگه اون چه که پیامبران در باب خدا میگن، بیش از این که در باب خدا باشه، در باب خودشونه. یعنی اینا خدا رو اینجوری فهمیدن. توجه میکنید؟ حالا این نکته فقط در باب پیامبران و خدا نیست، تقریبا در باب هر چیزی هست. توجه میکنید؟ مولوی جاهای دیگه راجع به شناخت آدمیان از آدمیان میگه هر چی که راجع به دیگران میگی در واقع از خودت داری میگی، بیشتر اوصاف خودت رو به دیگران نسبت میدی. یونگ، اون روانکاو مشهور سوئیسی، میگه چند راه داره که آدم خودش رو بشناسه. چند راه. یکی خوابهاشه، از روی خوابهاش. یکی اندیشه هاییست که در باب دیگران داره. کمترین چیزی که اهمیت داره اندیشه است که آدم در باب خودش داره. آدمی در خودشناسی مشمول خودفریبی است. بیش از اینکه خودش رو بشناسه، خودش رو گول میزنه، خودش رو به خودش عوضی نشون میده. یه آینه است که غلط تصویر شما رو نشون میده. در این آینه شما نگاه نکنید. در خوابها چون دست و پای آدمی آزادتره، یعنی روح آدمی و خودش بهتر ظاهر میشه بدون اینکه یه پرده‌ای بر چهره خودش بیفکنه، و تصویری که درباره دیگران داره. این دو نکته رو مخصوصا یونگ آورده که خلاف عادت هم هست. معمولا ما چنین تصوری نداریم، ولی این حقیقتی است. مثلا در مولانا هم عیناً این نکته هست. میگه که به دیگران وقتی نسبتی میدی، حواست باشه که نکنه در خودته، و به اصطلاح امروز داری فرافکنی میکنی، پروژکت میکنی، به دیگری نسبت میدی. حالا اسپینوزا میگفت پیامبران، حالا حرف اسپینوزا رو به زبان عارفان ما بگید، خدا بر هر پیامبری به نوعی تجلی کرده است. لذا وقتی که او میگه خدا اینه، یعنی معنیش اینه من خدا رو اینجوری دیدم. بیش از این که در باب خدا بگه، در باب خودش داره میگه. درست مثل که یه کوزه راجع به دریا بخواد صحبت کنه، بیشتر راجع به خودشه. یعنی این کوزه محدود که آب دریا رو به اندازه معین و محدودی در خودش گرفته، در واقع در باب آب در کوزه سخن میگه، نه در باب دریا که بیرون از کوزه است. همه ما همینطوری هستیم. و در باب عشق هم همینطوره. وقتی که یعنی نکته در اینجاست. حالا این ها رو من نوبت آتی وقت اون روز تموم شده بیشتر توضیح میدم، چون در باب عشق البته حرف خیلی زیاد میشه زد. خود مولانا هم گفته که در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی بود بن ناپدید. دریایی است که پایان نداره. با همه این احوال چند تا نکته اساسی و کلیدی هست راجع به عاشقی باید گفت. یکیش که الان به دنبال این مقدمه که گفتم میخوام عرض کنم، این است که اگر ما چیزی رو از طریق مفاهیم و تعاریف به سراغش نرفتیم، از طریق تجربه شخصی رفتیم، یعنی اگر شما از من پرسیدید که خدا چیه، من نیومدم برای شما تعریف کنم، گفتم برو خودت پیداش کن، برو خودت با او تماس بگیر، گیرش بیار. یا عشق چیه یا هر چیز دیگری. میدونید مطلب یعنی نتیجه چه میشه؟ وقتی که ما با تعاریف کار میکنیم، شناخت ها کم و بیش یکسانه. یعنی همه ما که اون تعاریف رو یاد میگیریم، چون کلی هن، چون مفهومی هن، همه میگیم معنی خدا و تعریف خدا اینه، این 4-5 تا جمله. اما وقتی تجربیش کردیم دیگه شناخت ها شخصی میشه. یعنی خدای من با خدای شما فرق میکنه. اون وقت درکی که من از عشق دارم با درکی که شما از عشق داری فرق میکنه.
من اگر از عشق سخن بگم از عشق خودم سخن گفتم، نه از عشق شما. اون تجربه عشقی شما مال شما. اگر از خدا سخن گفتم از خدای خودم سخن گفتم، نه از خدای شما. تجربه خداشناسی شما مال شما و هاکذا هر چیز دیگری. و این در واقع سرآغاز فلسفه دیگری می شود که امروز ها بهش میگن اگزیستانسیالیسم. یعنی شما به اگزیستانس خودتون، به وجود خودتون با همه محدودیت ها و مشخصاتی که داره مراجعه می کنید و این حقایق رو اونچنان که در شما راه یافته و بر شما پدیدار شده کشف می کنید و بیان می کنید. و به همین دلیل هم به یه معنا میشه گفت همه راست میگن، برای اینکه خب هر کی داره از تجربه خودش میگه. توجه میکنه یه پلورالیته اینجا پدید میاد، یه پلورالیته هلفی، بهداشتی، که آدمی حق میده. من حق میدم که شما تجربه عاشقانه خودتو داشته باشید، بندم همینطور، دیگری. اما معناش هم لزوما نیست که این تجربه ها با هم انقدر متفاوته که هیچ وجه مشترکی نداره. چرا؟ اینا به هم نزدیک میشه و با هم اشتراکاتی هم داره. در این حال شخصی بودن و متفاوت بودنشون هم کاملا باید به رسمیت شناخت. اون وقت از اینجا شما متوجه میشید که در مورد بسیاری از این مقولات فلسفه پردازی کردن تقریبا هیچ فایده ای نداره، برای اینکه میخواد چیزهایی رو که خیلی متفاوتن همه رو زیر یه چتر در بیاره. در اینجا کثرت بهتر از وحدت است. کثرت بهتر از وحدت است. در احوال ویتگنشتاین نوشته بودن که از او پرسیده بودن که فرق تو با هگل چیه؟ گفته درست در اینجاست که هگل تمام این کثرت ها رو میخواد به وحدت مبدل کنه. من اتفاقا کثرت رو در کثرتش میخوام ببینم، نمیخوام این کثرت ها رو از میان بردارم. فقط دو تا آدم متفاوت، دو تا عشق متفاوت دارن. به دلیل اینکه اینا هر دو تا اسمش عشق نمیشه این دو تا رو یکی کرد. این دو تا متفاوتن، حالا ما نام واحد به کار میبریم. این مغالطه است اگر ما از وحدت لفظ به وحدت مسما و به وحدت معنا برسیم، یعنی چنین دلالت بورزیم. باری گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. همون نکته‌ای که حافظ گفتش که ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید. همین سخن مولانا رو حافظ هم به زبان خودش میگه. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. و السلام علیکم و رحمت الله. بگیم در مورد چیزای کیفی صحیحه، در مورد چیزای کمی نیست، یعنی چیزایی که نمیشه اندازه گرفت. چه چیزی؟ چیزی عشق و اندازه گرفت. منظورتون چیه؟ چی درباره این صادقه؟ مثلا آب دریا رو که نمیتونیم بریم با یه خطکش اندازه بگیریم دیگه. خب عشق هم یه همچین چیزی نیست که نمیتونیم براش معیاری نداریم که بسنجیم ببینیم. چجوری میتونیم یه وحدت بدیم؟ هر کسی شما میفرمایید تجربه شخصی خودشه. خب عرض کردم بله دیگه، با کثرت باقی میمونه دیگه. نمیتونیم بهش بگیم یک چیزه یا همه یه درک و یک تجربه از او دارن. بله دیگه، عرض منم همین بود. شما چیز دیگه میخوایم بفرمایید؟ بله. من نکته شما رو نگرفتم. منم یعنی همین رو میگفتم که شما فرمودید. یعنی کمی هم همینجوره، همین حکمش صادقه. یعنی چیزایی که کمیت داره و کمیت پذیره. والا ببینید آخه داشت شما کمیت رو چجوری به کار ببرید؟ آره مثلا در همینا هم کمیت همش که اینجوری نیست که مثلا ترازویی و خط کشی باشه. میشه گفت عشق شدید، عشق ضعیف، به این معنا کمیت برداره. یعنی مسئله کمیت نیست اونی که اینجا هست، مسئله ماهیت این اموره که باعث میشه آدم شناختشون فقط از طریق دریافت و تجربه مستقیم صورت بگیره. ولی یه نوع کمیت اینا در همون لطافت که شما میفرمایید
خب یه چیزی لطیفتر، یه چیزی کمتر لطیفه، یه چیزی زمخت میشه، یعنی هی لطافتش کمتر میشه. به این معنا داره دیگه، کم و زیاد میشه. بله. مرسی. شما فهمیدید که مولانا نمونه شعرش که گفتیم یه مقدار ضدیت با علوم طبیعی داشته و شعرش هم مطرح کردیم. آیا توی تاریخ یا حالا اشعار دیگه موقعی که ایشون مثلا مریض می‌شدن دکتر نمی‌رفتن؟ یعنی هستش علمشون که خودشون والا ضدیت با علوم طبیعی که نداشته و مریض می شده، فکر میکنم خودش به اندازه طب میدونسته که خودشو درمان کنه. اگرم نه حتما پیش طبیب میرفته، یعنی شکی نیست. من فکر نمی کنم، البته مولوی تحقیر کرده علوم طبیعی رو، این درسته. عرض کردم براتون که مثلا طب رو در قیاس و در قبال طب الهی و طب روحانی منزلتش رو پایین تر آورده، نه اینکه به طور کامل بگوید که این علم بیهوده است و دیگران وقتشون رو تلف میکنن. در باب مهندسی و خانه سازی و کاخ سازی و اینا سخنانش غلیظتر و شدیدتر و تحقیر کننده تر است. میگه این همه علم بنای آخر است، یعنی مهندسا کارشون استبل سازی و آخر سازیه. حالا یا آخر برای حیوانات یا برای حیوانات ناطق که مثل ماست، که عماد بود گاو و اشتر است. بهر استبقای حیوان چند روز نام آن کردن این گیجان رموز. بهشون میگه گیج، میگه اینا کارهایی که برای بقای حیوانی است، این گیجا اسمشو علم گذاشتن. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند آن را با دلش. این تخفیف ها و تحقیر ها که همش هم قابل توجیه نیست، نزد پاره از صوفیان و عارفان وجود داشته. معتقد بودن چون علم حقیقی همون علمی است که اونها عرفان مینامند و معرفت قلبی است، لذا بقیه علوم در قبال اونها بهره‌ای از ارزش و منزلت ندارند. تخفیف میکردن، تحقیر میکردن. همین هم هست که بعضیا گفتند که غلبه تصوف باعث انحطاط شد. یعنی مردم بالاخره پیش خودشون فکر کردن که بهترین راه رسیدن به حق دنبال کردن همون علوم وجدانی است که اونها میگن و دنبال کتاب نرفتن. خب ببینید خود شمس تبریز هم اولی که به مولانا برخورد گفت دیگه کتاب خوندن موقوف، هر چی تا حالا خوندی و خوردی بسته، دیگه بیش از این پرخوری نکن. نزد صوفیه علم آموزی گاهی به نحو افراطی کار بد دانسته میشد. بعضی از صوفیانی که در خانقاه ها زندگی میکردن مخفیانه میرفتن و درسی میخوندن، ولی غرض این بود که دلها باید از این رذائل یا این فضله های شیطان به قول شیخ بهایی باید پاک باشه. شیخ بهایی در اون اشعار خودش در کتاب شیر و شکر، چند تا کتاب داره، کتاب نان و حلوا، کتاب شیر و شکر، اینها، اونجا میگوید که دل که خالی شد ز مهر آن نگار، سنگ استنجای شیطانش شمار. و این علوم و این خیالات و صور فضله شیطان بود بر اون حجر. شرم بادت زان که داری ای دغل سنگ استنجای شیطان در بغل. اینها رو یعنی علم رو اینجوری مصور میکردن. در بعضی از داستانهای صوفیان نوشتن که یکی که به مدرسه میرفت و مخفیانه درس میخوند، در یک جلسه صوفیانه ناگهان بی اختیار قلمش از جیبش افتاد پایین بیرون. یکی از اون صوفیان دیگه بهش گفت عورتت رو بپوشان. یعنی این در حکم یک امر زشت شمرده میشد. و غزالی که خب یک فقیه بود و در اینجا هم البته موضع خیلی شدیدی علیه صوفیان داره که بسیار سخن ناروایی میگن، اینها که میگن نباید درس خوند، اما خودش یه مسئله رو مطرح میکنه، مسئله فقهی رو در کتاب احیاء العلوم
خیلی چشم گشاست. میگوید که کسی نذر کرده که از مرگش یا در زمان حیاتش به هر حال به خانقاهی مقداری پول ببخشد و این رو بخشیده. بعد مسئله این است در این خانقاه صوفیانی هستند که مخفیانه درس میخونن، یعنی ظاهرا هیچ کسی آشکارا درس نمیخونه. آیا اینا حق دارن از این پول نذری استفاده کنن یا حرامه؟ اون البته فتوای غزالی این است که نه، حلال، اشکالی نداره. اما نفس طرح این مسئله که یه صوفی که دنبال سوادآموزی میره اصلا صوفی محسوب میشه تا بتواند از اون پولی که نذر خانقاه شده استفاده کند یا نکند. این مسئله‌ای بود در گذشته و خیلی هاشون سعی میکردن که بهرهشون کم باشه و حالا پیش خودشون هم گفتن ما مثل پیغمبریم. ایشون هم که درس نخونده بود، خب فکر میکردن هر کی درس نخونه پیغمبر میشه. خب پیغمبر درس میشه. خیلی هایی که بعد از انقلاب شدن رفتن فرانسه فکر هر کی بره اونجا میشه رهبر میشه بعد میگرد. حالا اینجا هم اینطوری بود، برای که این اتفاقات نمیفته. عرض من این است که بله یک چنین تخفیفی در این زمینه ها میشد و مشکلم بود واقعا داوری کردن در این میان. از اون طرف هم خب کسانی بودن که وقتی دل میدادن به این علوم، یعنی علوم ظاهره و علوم رسمی به قول صوفیان، دیگه کمتر پا در اون مسیرهای دیگه میگذاشتن. جمع بین این دوتا هم گاهی خیلی مشکل میشد. اما متاسفانه این رو باید گفت که چنین فرهنگی در صوفیه و در خانقاه ها رایج بوده و غلبه داشته و گاهگاهی هم مولانا پرده بر می دارد و در همین راستا یک سخنانی می گوید که بر صورت پذیرفتنی نیست. بله. سلام. قوت و ضعف صبر در آدمی به چه چیزی مرتبطه؟ یعنی اینکه آیا میتونه یعنی زیاد خویشتن‌دار باشه یا نباشه و اینجور چیزا؟ منظورتون اینه؟ این همین صبوری که شما الان راجبش صحبت کردین، آدمی که در مقابل هر چیزی حالا صبرش کم یا زیاد هست، این از کجا نشأت میگیره؟ یعنی چجوری میشه انسان تقویتش کنه؟ از کجا ریشش از کجا میاد؟ ببینید ما هر چی که داریم به هر حال از تربیتمون داریم، از دوران کودکیمون داریم، از محیط و فضای اجتماعیمون داریم، از دوستان و رفیقانمون داریم. بالاخره از ایناست دیگه. آدم به تدریج که بار میاد این اوصاف در او رشد میکنه و پا میگیره. شما اگر با کسانی زیسته باشید که آدمای صبور، آدمای مقاوم، آدمای پرتحمل باشن و دیده باشید، آزموده باشید، در مقابل مشکلات از جا در نمیرن، تأمل و تدبر میکنید، رفته یاد میگیرید، در خودتون هم اثر میذاره. عکسش هم هست. یعنی اینا هیچ کدوم از آسمان نمیاد. همه اینها به گذشته فرد بستگی داره. ریشه در اونجاها داره. معمولا هم آدم دیگه سنش هم بالا رفت، عوض کردنش خیلی سخته حقیقتا. لذا شخصی که در این زمینه‌ها کم داره توصیه است که علمای اخلاق میکنه اینا رو خب باید از روانپزشک و روانشناس اینا پرسید. اما اونا هم غیر از این چیزی به شما نمیگن. یعنی دوایی و قرصی کپسولی هم نیست که آدم مثلا خیلی صبور بشه. اینا از چیزایی است که باید در طی طریق یاد گرفت. خیلیش هم اختیاری نیست. بستگی داره به این که دیدید مثلا بعضا ترسوان. خب یه خیلی به پدر و مادر بستگی داره که بچه را از موش بترسونن یا نترسونن. خب بعداً میترسه. اگه نترسونن ببینن پدر و مادر خیلی طبیعی با این چیزا برخورد میکنن. حتی از مار، از عقرب، از چی. مثلا من در منزلی بار اومدم نمیترسیدن، منم نمیترسم. مثلا خیلی عادی، جزو فضائل من نیست. مثلا خیلی معمولیه. سگ ببینم، موش ببینم، زنبور ببینم، مار ببینم، خیلی عادیه. هیچ اصلا ترسی در من پدید نمیاد. بعضی هستن خب واقعا من دیدم یه مگس تو اتاق، یه زنبور اصلا نمیتونن بشینن سر جاشون تا اینو بیرون نکنن.
حالا گاهی با ترس، گاهی به علل دیگه است. اینا در همه چیز همینطوره. در همه اصلا عکس العملی که اطرافیان شما، پدران مادر شما، دوستانتون، هر کی در مقابل امورات و حوادث نشون میدن، آدم اینا مدرسه است، یاد میگیره، آموزش پیدا میکنه. از یه جایی به بعدم چنان که گفتم آدم خودشون نمیتونه عوض کنه. به همین دلیل هم گفتن که آدمی خودش رو وقتی سنجید معرض یه چیزایی قرار نده خودش رو که از او مثلا صبوری زیاد میخواد تا میتونه، چون تا میتونه همش به اصطلاح موقوف بر طاقت و قدرت آدمی است. فرض کنید من کشف کردم که من در مقابل پول خیلی نمیتونم مقاومت کنم. وقتی خیلی پول تو دستم باشه خرج میکنم بیهوده و بیراهه. من باید بکوشم خیلی اصلا پول در نیارم، برای اینکه خودم آزمودم که من وقتی خیلی پول دستم اومد، وقتی که حالیم نیست دارم چی کار میکنم. هر کسی باید اینو متوجه بشه. یک کسایی هستن قدرت، وقتی سوار قدرت میشن دیگه نمیدونن، دیگه مست میشن، دیگه هر کاری رو ممکنه بکنن. یه همونیست که صوفیان میگفتن اژدها را دار در برف فراق. اونا وقت اینا رو به طور کلی میگفتن. حالا من یک دو تا مثالش رو میزدم که فیلمثل میگفتن دو چیز رو ازش زیاد بپرهیزید، یکی مال، یکی قدرت. چون میگفتن عموم مردم وسوسه میشن، امور مردم پاشون اینجا لیز میخوره و میلغزن وقتی که قدرت زیاد داشته باشن یا ثروت زیاد داشته باشن. منتها این باز همون امور شخصی، هر کی باید نسبت به خودش بسنجه، ببینید چی خربوزه، پوست خربوزه به پاش میگذاره، چه چیزی هست. به قول سعدی گفتش که چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. پیلم که باشین، فیلم که باشین، وقتی که زمین صاف نیست و گل زیاده فرو میرین تو گل، بیرون نمیان از گل. هر کی باید اون گل خودش رو کجا پاش فرو میره و دیگه بیرون نمیتونه بیاد و گرفتار میشه، اینا رو باید به دست بیاره. اون وقت خودش رو معرض قرار نده، هیچ اشکالی نداره با، یعنی این خیلی مهمه. میگن یه پای دعوا فراره. شنیدین اینو؟ گفتن که حالا ببخشید به خانمایی که توی این جلسه هستن یه وقتی باز اهانتی نباشه، یه ضرورالمثل است تو زبان فارسی. گفت دو نفر دعواشون شده بود، اون یکی با اینکه گفت اگه مردی وایسا، گفت زنمو میدوام. گفت این نمیست. یه جاهای آدم باید بگه زنمو میدوام، یعنی من وای نمیستم، این طرف نمیتونم بشم. بی خودی نباید خودش رو به کشتن بدشم. متنبی یکی از شاعرای عرب خب خیلی شعر گفته بود، خیلی شعرهای حماسی، و که من چنینم، من چنانم، من وقتی با دشمن روبرو بشم چنین میکنم چنان میکنم. یک بار واقعا این داستان زندگیش حقیقیه، با غلامش به سفری رفته بودن و در میان راه گرفتار راهزنان شدن. متنبی داشت فرار میکرد. اون غلامش یادآوریش کرد، گفت آقا مگه شما این شعرها نگفته بودی؟ این بدبخت بیچاره گول شعرهای خودش وایساد و کشته شد به دست راهزنان. آدم شعرم که میگه بعد عقلم باید داشته باشه، یعنی حواسش باید جمع باشه که بالاخره کجاها ضربه پذیره. این خیلی مهمه. یکی از صحابیان پیامبر مشهوره که سخنانی میگفت خیلی حکیمانه. به او گفتن که تو اینا از کجا یاد گرفتی؟ خیلی حرفای خوب میزنی. گفت ببین من اینجوری بودم، مردم من از پیامبر میپرسن آقا چه کار خوبی کنیم بهشت بریم، من همش میگفتم آقا من چه کارایی نکنم که جهنم برم. من همش اون ورشو میگرفتم که اون جاهایی که آدم ضربه میخوره اونا رو شما من نشون بده. حالا بهشت رو بالاخره جهنم نرفتیم، سهمی از بهشت به اون میدن. واقعا آدم ضربه خورهای خودش رو باید کشف کنه، در مقابل چه چیزایی میلغزه. خب بار سنگینم بلند نکنه فوق طاقتش دیگه. حالا یک کسی صبوریش اشکال داره، یک کسی نمیدونم قصه خرج و ولخرجیش اشکال داره، یک کسی ترسش، همه ما از اشکال داریم، هممون پر از این لغزشاییم. در یه حدی اینا رو باید تشخیص بدیم، دایره فعالیت‌های خودمون رو باید بشناسیم و محدود کنیم تا کمتر زیان کنیم دیگه. بله. خب بله. یه سوال داشتم خدمتتون
راجع به این بحثی که اولش کردید که از صبر و مفتاح الفرج، خب همین صبر و به معنی اون چیزی هم که شما گفتین که منفعل بودن و عمل نکردن، خیلی جایی که میشه عمل کرد. خب این پایه تقوا و خودسازی و اینا توی دین ما هستش، تو اسلام هستش. حالا سوال من اینه که آیا توی ادیان دیگه الهی هم یه همچین ارزشی که تقوا و صبر داره رو اونجا هم به همین شکل دارن؟ و حالا غیر از اون توی فلسفه های جدید و غیر دینی یا فلسفه های سکولار، توی اونها مثلا هیچ فضیلتی داره که انسان یه جاهی عمل نکنه، یا همش فقط حرف عملی کردن و حرف ساختن به جای اینکه آدم جلو؟ نه، اینجا هم دارن، هیچ فرقی نمیکنه. ببینید اینا مقدار زیادش عقلانی اصلا. یعنی من یه باری اینجا بحث میکردم که پیامبران معلمان اخلاق بودن، مؤسسان اخلاق نبودن. یعنی اخلاق خودش استقلال داره از ادیان، اما معلمان اخلاقن پیامبران و اینا رو یاد میدن. اگر فراموش شده به یاد مردم میآورن، تنقیح میکنن، تشریح میکنن، تفسیر میدن. اینا این که صبر در یه مواردی نیکوست، این یه حکم عقلانی است. حتی پیامبران هم به ما نیاموخته بودن، ما این رو در میافتیم و واجب میدونستیم. پیامبران کار مهمی که میکنن یاد دادن پاره از مصادیقه، یعنی نسبت به چه چیزهای صبر بورزیم. فی‌المثل طاعت الهی ممکنه نه قطعا در تعالیم سکولار نیست، اما در تعالیم دینی وقتی بحث طاعت و فرمانبرداری از خداست و گاهی این فرمانها دشوار هم هستند و تکلیفن، یعنی به هر حال گرانن بر آدمی، دعوت به صبر میکنن. و الا این شما عموم این رجزها، حماسه هایی که برای جنگ ها سروده شده، اگر بخوانید اینا عموما همینن دیگه. سربازان رو هم تشویق میکنن، هم دعوت به مقاومت میکنن، دعوت به صبر میکنن. همه اینها رو داره دیگه. یک امر کاملا عقلانی است. فرضاً تقوا که حالا من اون رو شرم ترجمه میکنم، این شرم یک امر به هر حال عقلانی است. گرچه که در دین وقتی که ما شرم رو به کار میبریم، این شرم متعلق خاصی پیدا میکنه که خداونده، میگیم از خدا شرم بداریم. اما توی یک مکتب سکولار که خدایی نیست، میشود شرم در جایی که باید شرم کرد از آدمیان. به نظرم این دستگاه ها هم به ما میگه که باید خاتمه بدیم. خدا حافظ دوستان.